زنی که سالها کسی اسمش را نمی‌دانست، امروز یکی از محبوب ترین چهره های تلویزیون ایران است. اما پشت لبخندهای فهیمه در پایتخت، سالها سختی، صبر و دیده نشدن پنهان شده بود. چطور نسرین نصرتی از یک بازیگر معمولی تبدیل شد به شخصیتی که کل ایران دوستش دارند؟ نسرین نصرتی در 27 مرداد 1355 در تهران به دنیا آمد. او برخلاف بسیاری از بازیگران معروف نه خانواده هنری داشت، نه مسیر آسانی برای ورود به بازیگری. سالها تلاش کرد، در نقش‌های کوتاه و فرعی ظاهر شد، اما هنوز کسی او را نمی شناخت. او آرام جلو می رفت، بدون حاشیه، بدون جنجال. قبل از معروف شدن، نسرین نصرتی مدتها فقط برای دیده شدن تلاش می کرد. خیلی ها با یک سریال ستاره شدند، اما او سالها در سکوت کار می کرد. نقش های کوچک، دستمزد های معمولی و زندگی دور از شهرت. اما او هیچ وقت ناامید نشد، تا اینکه یک نقش همه چیز را تغییر داد. سریال پایتخت، پروژه‌ای که زندگی نسرین نصرتی را برای همیشه تغییر داد. نقش فهیمه معمولی، خواهر نقی معمولی، زنی مهربان، احساساتی، ساده و بامزه. اما راز موفقیت فهیمه فقط بازی خوب نبود، او واقعی به نظر می رسید. مردم حس می کردند فهیمه را سال هاست که می شناسند و خیلی زود کل ایران او را فقط با یک اسم صدا زدند: فهیمه. برخلاف بسیاری از بازیگران، نسرین نصرتی همیشه زندگی آرام و خانوادگی را ترجیح داده است. او در سال 1388 ازدواج کرد و یک دختر به نام صوفی دارد. جالب اینجاست که خودش بارها گفته است خانواده برایش مهمتر از شهرت است. شاید همین آرامش و سادگی باعث شد مردم بیشتر دوستش داشته باشند. بعد از موفقیت پایتخت، زندگی حرفه‌ای نسرین نصرتی کاملاً تغییر کرد. حضور در فصل‌های مختلف سریال، مصاحبه‌ها، تبلیغات و محبوبیت شدید بین مردم او را به یکی از شناخته شده ترین بازیگران تلویزیون ایران تبدیل کرد. هرچند هنوز هم زندگی ساده تری نسبت به بسیاری از بازیگران دارد، اما دیگر آن بازیگر گمنام گذشته نیست. شاید راز محبوبیت نسرین نصرتی این بود که هیچ وقت تلاش نکرد متفاوت از مردم باشد. او واقعی ماند. از سالها تلاش در سکوت تا تبدیل شدن به محبوب ترین خواهر تلویزیون ایران. این داستان زنی بود که آرام آمد، اما برای همیشه در قلب مردم ماندگار شد. لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت ها بنویسید و برای دیدن داستان زندگی بقیه سلبریتی ها کانال پول و شهرت را سابسکرایب کنید.